سلام خدمت دوستان عزیز. امروز 13 فروردین ماه 1404 شروع پیمایش. روز بسیار عالی. زدیم بیرون تو دل طبیعت. پرو. اینجا هم رسیدیم به یه منطقه بسیار زیبا و بکر و یه آبشار بسیار عالی. اینم از آبشار که میبینید، مشاهده میکنین. چه آبشاریه عالی. این پیمایش هم پس از 1 ساعت پیمایش رسیدیم به آبشار زیبا. منطقه زیبای فولادمنده. از اونجا که ساعت 2 ظهر بود، دکتر املت رو داره درست میکنه. میبینید که به قاشقمونم که چوبه عالیه. اینم از نمونه کار که دیدیم. عجب املتیه. این املت خوردن داره تو دل طبیعت. میبینید که اینجا مسیر آب گفتیم دنبال کنیم بریم بالاتر ببینیم چه منطقه میبینیم. به چه منطقه میرسیم که به این منطقه زیبا و بکر رسیدیم. خیلی عالی بود. چشمانداز خیلی قشنگی داشت. سرسبز، تر و تمیز. واقعا زیبا بود. ببینید که چه چشماندازی داره. آخر سرم که با بچه ها نشستیم این چایی بار کردیم و چای آتیشی زدیم. جاتون خالی بود حسابی. اینم که می‌بینید.